این خواب مرا ناراحت می کند پدر. نمیدانم تعبیرش چیست. مژده است یا آگاهی؟ این مژده است پسرم، مژده. خداوند خیر و برکت را به نسل تو داده است. لیکن خواهش میکنم پسرم علی، این خواب را همچون سیری باید نگاه داشت. تعبیرش را نفهمیده به کسی نقل نکن پسرم، فهمیدی؟ سلام علی. و علیکم السلام. چی رو پرسیدنی بودید اکای وحید؟ مرحمت گوش میکنم. وای همین طور یک خواب است. استاد امانت را پهن کردن درست است مگر چنین میشود؟ نباشد امانت به دیوانه داده میشود. نه البته. تو یک دم صبر کن. با اکای وحیدان مشکلی پیش اومده است. نباشد ما هم مشکلی داریم. امانت را گم کنی چی میشود؟ چی میشود؟ چی میشود؟ با وزن امانت نگاه کرده جزا میدهم. اگر امانت سیر باشد چی؟ تو چی ها میگی قربان؟ نمیفهمم. چیش نفهمم؟ اگر سیر را فاش کنی جزایش چی میشود؟ شخصی که سیر را فاش میکند از خودش باوری دارد. با تو بدتر صحبت میکنی. مرحمت اکای وحید، خوبتون را نقل کنید. پسرم علی از یک چای پر از نور میخواهد آب گیرد، اما سایه های سیاه به او خلل میرسانند. بعد نویرم عمر میآید و همه جا میدرخشد، همه جا پر نور میشود. آیا این مژده از خیر و برکت او نیست؟ یا الله، حیف شد، حیف. سیر اسیری توست. وقتی که گفتی تو اسیری سیر خواهی شد. تو خطای کلام کردی. چی کار کردم؟ چی میشود؟ سیر را فاش کردی عزیزم. وقتی که گفتی سیر نمی شود. اکنون نیست تا که همه جایها پر نور شود. حل کردی. حیف شد. وای وای وای، حیف شده، حیف شد.
انا این رو هم ای وای دیر کردم. سرور نیست پسرکم. اکی عمرت می آید دویده رفته به امک علی خبر رسون که کارش رو مانده بیاید. خوب شد دست انگارش امک کمتر خبر دیم. اونها رو من خودم خبر دیر کنم. تو امک علی رو خبر کن زودتر. محله 7 بهار، زمستانش زمستان و تابستانش تابستان، لیکن در همه فصل زمین بوی بهار میکرد. مردمش مثل فصل بهار صاف بودند و زندگی با امید می نگریستند. کیسه هایشان خالی باشد هم دیلشان صاف بود. مردم برای پول شده تنها فکر خود را نمی کردند. یک محله کلان را یک آیله می خورند. البته این آسان نبود. آخر 5 پنجه یک خیل نیست. یک قسمش می خورند و من کار ندارم. پدرم گفتن یا قرض را برگردان یا مال را از دستش میگیرم. هی گوش کن، تو هم به هر کسی که نظر می آید بی پول نده. قابیل خون برادرش حابیل را ریزاند. اولین خون که به زمین ریخت. از همان وقت تا به امروز چقدر خون برادر می ریزد معلوم نیست. یک قسم آدمان برای آبادی میزیهند و قسم دیگر برای نابود کردن. سروت امروز هم کامپیوتر بازی میکنم تا گرنگ نکنی. بین کارم خیلی زیاد. نه که کمون اکنون با کامپیوتر خودم بازی میکنم. نه یعنی که پدرت میخرد. انیق میخرم چون که امروز روز تولدم. امید دارم که میخرم. انسان با آرزوهایش زنده می باشد. امید دارد که حیاتی به آخر پیش برد. انسان چقدری که آرزو دارد همانقدر زندگی کردن می خواهد. از همه مهم در زندگی این امید و آرزوست. آرزوهای محله 7 بهار برار می گرفت. شاید کمی دیرتر لیکن برار می گرفت. اوی برادر این کار شما کی تمام شود؟ در سگ افتاد کشته ما رو. بازی را من بازی یک دقیقه صبر کنید. کجا ایستو؟ با کجا؟ نرم ایستو. سرما التجا میکنم نمور. چشمان رو کشا سرما. التجا میکنم نمور سرما. من به تو بودن نمیتوانم. سرما چشمانت رو کشا سرما خیز. من به تو بودن نمیتوانم. سرما خیز. سرما نمیدونستی که چقدر من تو رو دوست میداشتم. سرما خیز. سرما عمر چی شد پسرم؟ خوابی بد دیدی؟ خوابی بد از این بدترش را ندیده بودم. غیرون شدنی اتوبوس با فایده توست. عمر چیزی که در دل داری بگو. بر راننده گپ زنم که کارش را درست کنم. اما شوخی رو یک طرف مانید. ترسم کلان شده ایستاده است. چرا پسرم؟ این کاری به خیر است. از چی میترسی؟ دیگر کس میشون پروا نداشتم اما لیکن این سرما از کودکی یک جا کلان شدیم. در مکتب سر یک میز می نشستیم. همراه خوانده دکتر شدیم. اگر گوید که این لب از کجا برآمد یک فکر کنید اما آخر خشو تباره. ما به خانه آنها به خانه ما میآیند. برای یک دیگر چطور نگاه میکنیم؟ دلی سرما هم به تو مایل بریم بوبی. بسیار واهمه نکن. شد من بقیل دیو دارم میرم. از دستت همه کار میآید و اتوبوس رو تعمیر نکردی. این کار را به تو واگذاشتم تا که جای اول رو گیری. شوخی کردم خفه نشو. یگان صحبت مهم داشتید؟ نه دخترم. زنید اما همه سوار اتوبوس شوید حرکت میکنید. بیایید اما جان.
بسیار تشک بمانده خصیصی میکنی کوفی امین. خدا نقص شده فکرت معقول؟ خیلی عجایب شد دقیقا با فکرم کم میگذراندی. کلاورم گهواره بخشم میآید، سرمه من میآید. راه گفتیم راه تمام شد، خواندن گفتیم سالها گذشت. اکنون برای خانه‌دار شویمان دیگر بهانه‌ای نیست. وقت چرا اینقدر آهسته میگذردم؟ ساعتی من 45 دقیقه قفا. چی؟ کوفی امین عقلت هم میزه چشمت قفا مانده است. خیلی دیر میماند. اما داغن عمر هم اکای عثمان چخلی برادر پسر نگاه کن. چه حال داری نان پس؟ ایستا داغن آخرین ها را برای زه باشیدم نمیفهمی. چی؟ نان پسی بیار اینجا بیا. حاضر درونم همین گلدان تو را جا میکنم. شکر کن که وقتم خوش است. نان پسی بیار. التماس کمی خیستر سرم میآید. فهمیدم سرور. بیانگه آیشه گوی که همین کار را تمام کردم حتما میآیم. بیکار خرجه کنیست خانه را. السلام علیکم. و علیکم السلام. علی آکار ماندست که نقص کردید که آمدید. شما اینجا مانید. من باید روم. پسرم میآید. با خدا اگر در پایم ایستاده تامونم تو سر میستم، اما آبیله های پایم درد میکند. پسرم عمر میآید. سالهاست در خانه نبود. باید پیشواز گیرم. فکرت هم نیست. همه کارها رو به من مونده میروید. از دستم میومد برادر میکردم، اما صبر کن فکرت رو یافتم میتونستم. اکا سرما این گل ها برای تو سرما. جویو این چی؟ سرمای من زیباگی رو بید. دیوانه شده است. وای چی کار میکنم؟ این گل ها برای تو. خوش آمدی سرما. خوش آمدی سرمای من. خدایا چقدر زیبا شده است. وای چی کار میکند دیوانه؟ بس کن آقا. تو دیوانه شدی. بس کن. آما جون وای دیوانه شده است. یا خدایا من تو را دوست بدارم سرما. خوش آمدی سرما. تو میدونی چی کار کردی؟ تو همه ما رو قریب میکشتی. تو دیوانه شدی. خوش آمده گفتنی بودم سرما. این چه رفتار است؟ فکر کردم که تو امروز بین ما پیوستگی است. احتیاط کن با ماشین خیلی شوخی نمیکنند. با فکرم خیلی ترسیدی رفیق دکتر، چون که رنگت پریده است. داغن پسرم تو چی کار کردی؟ آخر همه رو تلخ کف کردی. ببخشیدم مای رابیه. گفتم خشت تبار رو پیشواز گیرم، اما میبینم که خشت تباری هم نمانده است. شما رو خیلی یاد کردم مادر جان. تو چقدر بیدار شده ای؟ خواهرت هم اینجاست. سیده سیده تمومه دیگه. من یک بار نگاه کن خیلی لاغر شده ای.
بچه جونکم شیرینکم. چرا شما با پشبند مرا فربه کردید؟ پیش دامنم رو فراموش کردم کشم، عقلم رو تماما گم کردم. پدر جون همسا نگاه کن، دخترمون دکتر شده اومده است، چقدر زیبا شده است. حالت خوب است، خوب است انشالله. توی سرمه خدایا چقدر زیبا شده اید. وقتی عروس شدنت اومده است دخترم شما رو انتظار شدم، قلین جمع کردن لازم بود. یعنی یایشه تشکر یک به من نگاه. اویشا دخترم را رها کن. چی خیل کلین، چی خیل قلین. او دخترم دختر شده اومده است. اینها را بینید، حاضر به اتوبوس نشسته برمیگردم، چون که دخترها را دیدم مرا فراموش کردید. اوی ببخشید پیروگی، خوش آمدید. فرزند همین است، یک بار دیدی چشم کنده نمیتوانی، دیگر اون رو نمیدید. صبر کن دختر، خشمگین نشو، این کار تیز حل نمیشود. دختر نبومده است. پدرم کجایم؟ اومد. پدرت رو نمیدونی؟ همه وقت خودش رو کارگری اصیل این اویله گرفته کار میکند. چه میگویی اویشا؟ شوهرای ما کار نمیکنند، فقط شوهری تو کار میکنند. یا توبه. ای بیا رفتیم دخترم، رفتیم بابا جان. ببینید که نبیره های عزیزی من، نبیره های من. سلام بابا. سلام پدر جان. خوش آمدید دخترم جانم. های مردم بینگرید، ببینید نبیره های من دکتر شده برگشتن. فخری من، دولت پیری من. های مردم ببینید این نبیره های من. میخواد نگوید ما شرم داریم. آفرین اومد جان، آفرین. کمی آیسته برادر. زبان در دهان پاسبانی سر است. خدا در پناهش نگه دار. عمر پسرکم. پدر جان خوب بیزاری چشمان منو بابا قریب کنده میشد. همین دونه پدر. بس بودگیستی دخترمون رو گرفته خانه میرویم. همین قدر سال انتظار شدیم که در بیرون صحبت کنیم. رفتیم دخترم میبینیم. اپا چه اینقدر به اکای عمر با حوض نگاه کردی؟ چی ایسوری محبت کرد؟ چی ها میگوی سیده؟ او باید دیدش رو به تو کشوید. تو هم نوز نکن. مادرم به این هم کار رو مشکل میکند. برای من رو به هارو ندادن چی کارهایی که نکرد. اپا اگر پدرم روزی نشوند میگریزید، شما باید خوشبخت شوید. آخه سیده بین ما هیچ چیز نیست. هیچ چیز نیست؟ یعنی با اکای عمر یگون دلگرمی نداری؟ نه ندارم، فهمیدی؟ این طور باشد خیلی خوب، چون که از خبری نوام ناراحت نمیشوی. در پایان محله‌مون دختری زیبایی هست، حنیفه. او را با اکای عمر عروس کردنیند. تو این رو از کجا فهمیدی؟ عمر راضی نشد همین طور. بابای موافق نیست. دیدی چقدر ناراحت شدی. دل تو هم با اکای عمر کشول بوده است. شوخی کردم، حتی رنگت پرید. تو حالا شوخی کردی؟ من هم همین طور ناراحت شدم. بله تو پای بابایم رو فراموش کردم که دی هم برده میدی هم. یک اکای عمر رو هم خبر گیر. آخه چند ساعت باز هم دیگر رو ندیده. تو بسیار گت میزده که شدی. اپا عمر پسرم خوراکت خنک شد، بیا. مادر جون ینگه اویشا چونون در هیجانن که میترسم که عمر رو از خورسندی بوی کرده نکشند. از حالا در هیجان است. وقتی توی چی میشده باشد؟ چی ها میگوید پیروی ها؟ از شما نپرسیده مصلحت کردیم.
به فکرم او با سرما جفتی مناسب است. چی؟ درست اپا؟ در تقدیر باشد به نیتمون میرسیم اگر شما راضی باشید. فکری خوب کردی رابیه. من هم آنها رو با یکدیگر مناسب میبینم. تو چه فکر داری علی؟ این خیلی شدنش ممکن نیست مگر؟ خدا خواهد میشود. سرما چی میگوید؟ او راضی است. سخنی آخر از اوست. تا حال با او گپ نزدم به فکرم راضی میشود. آخر 8 سال باز از او چشم نکندم. خوب آموختم. خوش. چرا خاموش شدید؟ اوه از دمودش با لذت برین. خوراکی دوست داشتد. پسرکم عمر جونم، این روزها رو دیدن نصیب هر کس نمیشود. داماد بچه من. خدا رو شکر که این روزها رو پیش از مردن نصیب من گردانیدن. شما چیکار کردید؟ گفتید؟ خبری خوش است پسرم، چرا نگوید؟ پسری من داماد می شود، خانه‌دار می شود. با من نگاه کن، 3 نبیره می خواهم. فهمیدگی؟ صبر کنید مادر جان. مگر خودتان نگفته بودید که با کودک تولد نشده لباس نمی پوشاند؟ چرا انتظاریم پدر؟ گهواره بخش دوتا وعده داده بودید. زیغ نشو پسرم، گفته خودمون می شود. اوف ایستو آخر اول گپمون رازن همه گفتگی برای رمزی جان. میخانه رو در زمین بالای تپه ما می سازیم. در بالا سازیم، تمامی محله در تگ پایمان می شود. مانید کارو بارا پدر. یک مراتب فکری مرا هم کنید. حاضر برای خواستگاری رفتن عین موده هاست. اینجا گپ در باره کاری تو میراد پسرم. بیا تا هم با این کار شریک شو. نگاه کن رمزی جان، کاری باغ و صحرا آخر ندارد. دهقان کار کرده پولی کار کردش رو آورده با دست خود با ما میسپرد. با دست خود با ما میسپرد. با ما میسپرد. پول رو پول نمیگویم هیچ وقت. پول خودش آمدن میگرد. پول بی دردی بیان. پدر خوب فهمیدم. به خواستگاری میروم، اما اول دلی بابایت را یافتن در کار. پسرم من میدونم چقدر دلی بابایم را یابم. خیریت شما هم جدی شدید. همش رو من خودم حل میکنم، همش رو. خب نباشد من رفتم. این بچه یک بار هم گپ گوش نکرد. ما او را با کارمون شریک کردنی، اما فکری بابایت حاضر از مسجد می آید. خیلی خوب شد که آمدی، چون که با تو صحبت کردن میخواستم. در چی بابت؟ گوش کن دخترم. هم عمر و هم تو خانده صاحبی وظیفه شدی. اکنون وقتی خانه‌دار شویتون آمد. اگر خدا راضی باشد. تقدیر خودش آمد دخترم. مرا خوب گوش کن. عمر میخواهد با تو خانه‌دار شود. تو مرا درست فهمیدی. همه ما راضیه. این گپ از کجا برآمد اما جان؟ سرما به من نگاه کن. 8 سال باز از تو چشم نکنده تو را آموختم. از یک نگاه همه را میفهمم. اگر نمیفهمیدم با تو گپ نمیزدم. با عمر به شوهر برآمدن میخواهی؟ سرما میلش دیگر خیلی میگویم. اگر با عمر میلی نداشته باشی قبول نکن. بگو. اگر راضی باشی خاموش است. سکوت علامتی رضاست. باز میپرسم، میخواهی دخترم؟ فراموش نکن سرما. سکوت علامتی رضاست. میدونستم دخترم. اینجا بیا دختری من. باوری داشتم چقدر مرا خوشبخت کردی. خدا بختتان را دهد. انشاءالله. پدرتون خاطرستان میکنم. امروز روز تولدم.
دارشم رو حساب میکنم. با چی حساب میکنی؟ با کامپیوتر؟ فکرت بیا شین میروی. دوغان تو رام امروز روز تولد پسرم است. ما یک جا ما آن روزی تولد را رفتیم. آخر با پسرت وعده دادی. دوغان بیا من امروز. خدایا توبه. مثل زن گپ را بسیار نکن. یک کمی مرد شو. خوب لیکن دیر نمیکنیم مایلش. ها دیر نمیکنیم. اینقدر ناز نکن. در جان شب کمترم رو میارند؟ جیوانی من میارند. ماشین را برای تویت آماده می سازم. تو را خانه‌دار کردن هم در نصیبم بوده است. پسرم فراموش نکن که عائله پشت و پناهی توست. وقتی که فرزنددار شده او را بر روی دستت میگیری تو بعد مرا میفهمی. شاید پدر سرما روزی میشده باشد. اوهو دختر به جمع کردن جهاز شروع کرده است. تو پسری ما باشد میپرسد. چی؟ شما رو پرسیدید اما؟ پرسیدم. جوابش رو گویم. قبول کرد. ای نه از داماد گفتنی مادرت خفه می شدی. انا اکنون داماد شدی. اپا با شما تشکر زیاد. خیلی زحمت کشید. با آیشه هم خبر رسانید که تو که یک جای خرسندی کنیم. من یک به نزد دخترم در رایم. شب خوش. شب خوش. جان بیبی جان بیبی جان جونتی من نبیره های من چقدر کلان شده یه. خوش آمدید مادر جان. خوش باش دخترم. علیم مادر جان اومدنتون را یعقوب گفته بود بخشش که رفتن نتوانستم. دخترم هیچ گپ نیست. خودم اومدم. بیاییم در راه صحبت میکنیم. رفتیم. من به هیچ کس اجازت نمیدیم که سرمه را به دیگر کسی هست. وعده میدیم که سری او را به باد میدیم و او را به کسی نمیدیم. ای برادر تو را هیچ نفهمیدم. خدایا این چی درد است که تو داری؟ این درد 25 سال می شود که مرا میخورد. 25 سال می شود که من سرمه را انتظارم. گپ نیست برادر، سرمه از تو است. ای برادر سرما گفته بیزار کردی. در اینجا مردم زندگی بکنن. مردم. کی به تو اجازت داد که نامی او را به زبان گیریم؟ من به هیچ کس اجازت نمیدیم که نامی او را به زبان گیرم. فهمیدی؟ دفع شو از اینجا. سرمه را به کسی نمیدیم. نه به عمر نه به کسی دیگر. زنی من در این نیمه شبی با مادرش. شوهرت خوب است. زندگانیتون چخیل است دخترم. چی گویم؟ زندگی همین است. زندگی خیل نمی شود دخترم. در حیات از همه چیزی شیرین ترین با هم زیستن است. میفهمی؟ بیهوده‌گردی های شوهرت معنای خانه‌داری رو ندارد. مگر همین طور نیست؟ اینها میدانی درباره چی گپ میزنند؟ درباره من انسان نباشم. دیدی مرا در پیش مادرش بد میکند. ما هم گفتن گیرد. تو چی از زنت میترسی؟ یه دو شپاتی زن بس میکنن. تمام. میزنم چنان میزنم که باز مرا بد میکند.
علیا 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 در کجای علیا علیا باز نوشیدی اقلا همین روز نمی کانی گاب زن با مادرت چیا گفتی من رو بد کردی چه شکایت تو باز سر کردی اما نگاه کن من رئیسی خانه نیستم تو شوهرت رو پدری کودکانت رو چقدر بد کرده میتمونی ها بس است آخر پدر باشی مثل پدر شوهر باشی مثل شوهر رفتم مگر زندگی همین است بس است آخر کدامش رو دیدن میخوایی ها کدامش رو پدر رو یا شوهر رو منه بچو من رئیسی خانه من خوجه این خانه فهمم کامپیوتر خریده؟ این تو مادرت رو به ایران آوردی تو هم نمیشم ایوان تو رو هم منه بکن من با تو 100 بار نگفتم که سیری خانه من چیکار کردم که من بزنه چی گفتی؟ چی کردی؟ تو من رو شرمند نکردی لعنتی شرمند نکردی میکشم شما محمد رو میکشم بیادم او خیزمت پسر جوان به هم گپ زن به من چی؟ تو هم خواب کنی تو منو بیزار کردی بیزار مترسی منو با تو من تو رو فکرش بس نزن تو چی دیوانه شدی کنی مرا بیزن کنی مردیت رو به من همیشون ده علیه دخترم آرام شو مادر جان خدایا این چی زندگی اپا اکای اومر رو بسیار فکر نکن خوابت میپرد شیر پس کن تو هم عاشقی خیلی خوب با سرما گفتنم لازم بازم تکلیف ازدواج کردن آسان نیست آسان نیو لیکن چی خیر خدا که خیلی خوب خیر یعنی اومد در آزمون اشتراک میکنن آفرین پسرم کنی یک شعر خون آیشه شما مگر به معلم ها پول میدید او از کجا این شعرخوانی را آموخته است چه خیل پول اگر بچه خودش استعداد نمیداشت از کجا هر سال در صنف از جای اول رو میگیرید گفتم پول میدهند انا میبینی سال آینده و جای این فیسین البته دختر من جای اول رو میگیرد انشالله سال آینده جای اول نصیب او میشود هر دویشان هم از عائله‌مان جای اول باز به خودمان میماند هیچ گپ نی
شاه چقدر داد بود شاهزاده خفه نمیشد چون که حق بودنش رو میفهمید. من خودم بسیار شعر میدونستم. شاهزاده دلیری کرده شاه را به زنی میگیرم میگوید. عمر جان پسرم در روز اول به کار دیر میکنی زودتر. آمدم. صبح بخیر پدر. با تو هم پسرم. صبح بخیر. عمر امروز دیر نکنی. میدونی امشب نصیب باشد به خواستگاری سرمه میروی. فکر میکنی دیر میکنم پدر؟ با من اجازت. آقا من رفتم. چایت رو ننوشیدی پسرکم؟ این چی کتاب است؟ همین خیلی یک کتاب. خداحافظ پدر. در همین سن و سال افسانه میخونن مگر؟ ای بی عقلکی من. بی عقل نه. وای عاشق است عاشق. خوش. با فکرم اینجا خوبتر است. گشادمانم زود چشمش میافتد. سهر بر وقت درباره میخانه گپ نزنید امک. دیروز صحبت کرده بودیم. درد سری خودم بسنده است. من درد تو را میدانم. سرمه میخلی؟ پسرم کمی نقل کرد ولی در مقایسه با عمر کار تو مشکل میشود. آنها اینقدر سال یک جایه بودن. اگر تو به کار ما شریک شوی من خودم دردی تو را دوام میبخشم. جدی میگوید امک؟ چقدر دوام میبخشید؟ تو با ما شریک شو کافی است. من خودم حل میکنم. چقدر که میگویند هر کار به خودش استاد دارد. خب نباشد من راضی. این خیلی باشد دستتان را دهید. انا دستم. با شوخی سر در آخر شو دختر رو با زنی میگیرم. خاله جان. حالتون خوب است؟ خاله جان حالتون خوب است؟ خوب است. خیزید. شنید. خدا از شما راضی شد. خوب استید؟ یکم جهتون درد میکند؟ شکر پسر خوب. سرم کمی چرخ زد. اکا جان در تگ پل میمونیم.
در محله جوانان زیادند. اگر مزه می را چشند دیگر آب نمی نوشند. بالای میز گذار. خواهد می خانه کنید، خواهد مرخانه. از من چی میپرسید؟ این خیلی نگوید که گاوها را روزانه به پاده روان میکنید، شام پر از شیر برمیگردند. لیکن برای چوپان پول میدهید. میخانه ما باشد پادبانی به پول دارد، لیکن پاده سر حاصل دیهاتی مزهی که تو سوار رو فهمد مثل گاوهای شیر خودش نزدی ما میوید. ای دوگن سرمه را گیرد زندگیشون راحت میشود. همینطور نی؟ سرمه گفته؟ برای چی سرمه باید با داغن خانه دار شود؟ شما چه میگوید اگر وقتی که آنها کودک بودن سرمه را به داغن وعده داده بودید، با این آنها را گهواره بخش کردید. گهواره بخش؟ این گفت چیز در وقت کودکیشون یک شوخی کردیم ده. این خیل شوخی ها هم میشد از اکا. چقدر سال میشود که داغن سرمه را انتظار اینقدر تیاری دیده است؟ مرد مگر از وعدهش میگردد؟ این خیل آدم را به خدا آدم نمیگویند. مرد از گپش نمیگردد و خیر وعده که داده باشه میبینیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. گذشته شین؟ نه نمیشنم اگر نمیشنم. اگر این شب وقتتان باشد برای یک مصلحت به خانه‌تان می آمدیم. مرحمت. نوری دیده تا جسر. این خیل باشد با اجازت شما. تا بگو. نانپس تا حال خفه هستی؟ به نزدیکی ها توی دارم. شیرینی های توی را تو میپذیر. گذر. اوه کی را میبینم؟ ینگه صدیقه دوزنده میآیند. تو شرم نمیداری؟ در اینجا راست ایستاده باز همه رو مسخره میکنی؟ نزنید آخری ایستید. این دستا به نزدیکی کرته عروسی میدوزند. تو از کجا میدونی؟ من شنیدم. چیزی رو پنهان میکنی؟ با کجا شتاب داری؟ برای دختن لباس ینگه یایشه. فهمیدی؟ امشب سرمه رو خواستگاری میروند. تو با این چی میگویی دوغن؟ ایستید ینگه ایستید. شما راست میگویید؟ همش راست است. حیوانی بیار، حیوانی بیار. تو از جانت بیزار شده ای عمر. حالا روزی به اینجا برگشتنت را لعنت میخونی. لعنت. تو چی کار کرده ایستاده ای دیوانه؟ وقتی مردنت آمده است. من چی کار کردم؟ تو چی مردن میخواهی؟ از تکی پای من دفع شو. تو بلایی. تو چی بلایی؟ تو چی بلایی؟ تو چی بلایی؟ نشم از تکی پای من کفزل. نشم بلایی. تو بلایی. نشم. آقا ایستا چی کار میکنی؟ آخر او رو میکشی. اما که خورمام چی واقعه؟ او را رها کن. دیگر تکرار نمیکنم. سرمه را فراموش کن. فهمیدی؟ من او گهواره بخشیم. او را به تو نمیدیم. گهواره بخش چی سفسطه میخونید آقا؟ هر کس همسر حیاتش را خودش انتخاب میکنه. تو این را میفهمی؟ من این را نمیفهمم. اگر سرمه را نکاح کنی تو را زنده نمیمانم. او از من بود
از این پس هم از من میماند. او را خواستگار نشد که به سرت بلا میاری. من و سرما خانه‌دار شدنیم. خودت را بیهوده عذاب نده. از سری راه هم خودت را نیست میکنی. نباشد من علاجت را مییابم. اگر خواهی سلاحت را برآورده مرا پرانداغان، اما دانسته باش که من از قرارم نمیگردم. این سلاح حالا خاموش است، اما اگر صدا برآورد میدانی چی میشود. من گپم را گفتم. اگر امشب سرمه را خواستگاری روی، با همین سلاح تیر بارانت میکنم. فهمیدیم؟ اومد خوب استی یگون واقعا؟ هیچ گپ نه، خوبه. اما که قربان چی؟ دستی اما که قربان لط خورده است. بیایید امک جان دستتون رو بینم. بیایید. اویسته. در آید امک قربان. همینجا شیرین. تشکر عزیزم. همه جا به ترتیب حاضر میخوام دارم. اما که قربان شما اینجا برای چی آمده بودید؟ من؟ چی بود؟ خدایا چی بود؟ در وقتی آمدنتون دکتر محمود چی گفته بود؟ دکتر محمود؟ شما که محمود رو بگوید؟ او رو میشناسید؟ کفایه. و چی گفت؟ پیش از آمدنتون چی گفت؟ ما سالهای دانشجویی با اون کس در یک جا میزیستیم. نه اینش هم نه. پیش از به اینجا آمدنتون چی گفت؟ چی گفت؟ به فکرم زبانی او گرفت. تو گفت زن دخترم. دکتر محمود چی گفت؟ اون کس گفتن که برای کار اینجا نماییم، با جای دیگر رویم. خوش باز از گسالای خانگی بوقه نمیرویند میگویند انسان در وطن خودش بسیار عذاب میکشیده است. باز چی گفتند؟ باز گفتند که جایی که شما میروید اونجا دکتر هست، بیاید به جای های میرویم که محتاج به دکتر هستند. لیکن شما اینجا آمدید کو؟ بابایم بسیار خواهش کردم. پسرم دیدن فلاکت است. پایهایتان بسته می شود. از خدمت گریختن معنای گم کردن راه است. شما چی ها میگوید امک قربان؟ جراحتی بسته‌تان را به هر دکتر نشان ندهید. دیگر شفا می یابد. ها دخترم. یگان کار از دستتان نامد امک. چی گفت شد بچم؟ یگان گفت شد؟ امشب سرمه را خواستگاری میروم. الان چی شد؟ تو نگفته بودی که من خودم حل میکنم؟ آرام باش بچم. من گپی گفتگم را اجرا میکنم. تو بسیار فکر نکن. بیامان امک بیامان. من خودم نقص میدونم چیکار کنم. علی اکا چقدره که به شما تشکر گویم میارزد. اگر کمک پولی شما نمی بود ما نه روی دفتر و کتاب رو میدیدیم و نه به دانشگاه داخل میشدیم. پول مهم نیست بچه‌ها. اگر عقل رسانه می داشتید پول یگان فایده نمی کرد. اینه دورم علی اکا. تشکر. برکه یابید. علی شما سرمه رو خواستگاری میکنید؟ این رامانی دکه پولهای در خزینه بوده کجا شدند؟ پول؟ برای یک کار حسابی کردیم. اکا چکن شما با چشمای من نگاه کرده دروغ میگویید. تو مرا رنجان دیاری چی دوزیدم نباشد. تو آمد تو را نمیزیبد. من از این گپای دروغتان بیزار شدم. بس کنید از برای خدا.
هیچ خیلی گپ زدن آخرا. این من کار میکنم. از خراجاتای من تو خبر نداری. چرا این خیلی میگوید؟ تمام روز با کارگران من عرق جبین ریزنده کار میکنم. باز شر نکرده میگوید که کار میکنید. با شما گپ زدن بیفایده. آی آیشه اندازش رو کمی کشاتر گیرم تن بری می نماید. تن؟ یا خدا می شود. تو اول پونچه قنطور انا این که خور 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 انا بعد جواب ده. گفتنی که بسیار می خورم صدیقه. بیامو شوخی میکنی ها صدیقه. بیامو من چای میارم. وای دخترکم کور بوری خونه با تو من به او یاری میدهم. دخترم چی شد؟ شکری خدا همه خوب. دخترم تو نمیگویی لیکن چشمانی من هم کور نیست. شوهرت زد. دیگر نمیتوانم مادر. فکرت رو نه پدریش مانده است و نه شوهریش. وقتی که می نوشد تماما آدمی دیگر می شود. در کوچه زورش نمیرسد. قصدش رو از من میگیرد. زورش تنها با من میرسد. نمیدونم چیکار کنم مادر جان. برآمده روان نیست. خدا نگاه دارد دختر. طاقت کن. یک خانه رو آباد کردن ثواب، ویران کردنش گناه است. خواهی با شوهرت گپ میزند با زبان شیرین میفهمانم. نه مادر جان از این بدتر میشود. تو سری خانه رو با بیرون برآوردی گفتن میزند. خب چه خیلی که خودت میخواهی دخترکم. نباشد تو هم کمی با طاقت باش. دو فرزند داری. بگیری آنها را کن. یتیم نکن. ریزا بیا پسرم. پدر جان این برای ما. برای چی؟ برای باباش با تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ چی واقعا؟ چرا پدری من هم خیلی نیست. چرا یگان بار به او خوشش نمیگیرد. در روز تولدم کامپیوتر وعده کرده بود لیکن برعکس نشیده آمد و مرا زد. زورم میرسید میزدم. برخیز جانم. ثروت جان انسان نباید یک نفر دیگر را خواه با سبب خواه بی سبب بزند. خوبه خود را نباید برای زدن کسی صرف کند. از همه چیزی پرقوت ترین این زبان است. زبان؟ یعنی چه خیل؟ زبان یعنی آفریده خداوند است. اگر از تحت دل به خداوند دعا کنی تاییدات الهی به تو میرسد ولی با زوری نمیشود. بابا جان من یگان دور نمیدونم. ثروت بیا زودتر خلطه ها رو برای فروختن بریم. شما این کاغذ خلطه ها رو میفروشید؟ ها بابا جان خودم پول کار کرده کامپیوترم رو میخرم. من یک فکر جالبی دارم بچه ها. کنی نزدیکتر بیایید. نزدیکتر. اگر پول کار کردن خواهید یک راه آسان تری هست. من به شما دعاها را میدهم. هر کسی اذیت کرد سری هر دعای 20 لیره‌ای مال شما. تقریبا 50 دعا به شما پول یک کامپیوتر می شود. راضی هستید؟ اگر راضی باشید برای اذیت کردن دعاها با خانه های خود. بابا جان خدا جانی باباش تو یگان بار در خانه نمیشینی ها سریفا؟ تو رو فقط از همسایه ها پرسیده میابم.
توبه کورتای من تیار شد. اومدی حلیمه جان. سلام حلیمه. امروز التماس جنجال نکن. اول لباسی آیشه رو دختنم لازم. اوی سبب سرشیمگی چیست؟ اگر خدا روزی باشد امشب به خانه شما برای یک کاری خیر میآیم. من اکنون فهمیدی امروز روزی سرتش بیش. من چی گفتم که گریختره؟ شد آیشه دیگر به یگان جایش نمیرسم. قریب بیمو نمیخواد شدن میگیرن. من صاحبی پسر میشوم. از شکمم معلوم. از تو دختر میشود. خیر چیکار بکنی؟ سخت نشو. هر کس صاحبی پسر نمیشود. خداوند به یکی طلا میدهد و به دیگری نیست. حالا معلوم نیست. شاید خودت صاحب دختر شوی حلیمه. توبه توبه. تو چی به خدا سپارش دادی مگر؟ همه‌اش در دست خداست. خواه باور کنید خواه نی. پسرم رو که در آغوش گرفته گشتم بد میبینید. من صاحب پسر میشوم. پسر. چی شد مادر جان؟ خوب هستید؟ خوب هستید گفته باز میپرسی؟ آخر بگوید چی شد مادر جان؟ از این بدتر میشود مگر؟ امشب تو رو برای عمر خواستگاری میآیند. دختر شدم گفته خودش را شاهزاده حساب میکند. چی من دخترم را مانند گل پرورده برآورده به وی دهم؟ مادرش هم پاچش را چنین کورپش درست کند. بسیار از حد نگذرانید. این بچه در استانبول دلت را یافت مگر؟ اینقدر نگوید مادر جان. دخترتون را که خیال کردید؟ یعنی خواستگاری می آیند؟ کدامش رو پوشم؟ ماشاءالله عمر جان چقدر زیبا شده ای. پدر اینسان در حیاتش چند مراتبه به خواستگاری می رود. چی ها میگویی پدر؟ زودتر باشه دیر کردی. گوش کنید حمزه. اویله علی امشب به خواستگاری آمدنی. رفته گوید که ما آماده نیستیم. چرا؟ آخر ما حالا خودمون مصلحت نکردیم. از دخترمون نپرسیدیم. دخترمون در همه جاست حلیمه. روزها اینقدر بد شدن مهمان را نباید گفته می تو شود. به فکرم نفهمیده ایستاده حمزه. آنها سرمه را خواستگاری می آیند. نخود. همین طرف. از بیفایده آمده خفه شده رفتن نه آیند بهتر نیمدر. مادرم غصه کردند. پسرشون هم به شرم بوده است. آمدنش چند روز نشده درم خواستگار میفرستد. حمزه یگم بهانه کن که نآیند. نیزنک شاید برای خواستگاری نآیند. فرخشی برای چی می آیند؟ آمدن گیرند مهمان را از راهش خیل میگردانی. آفرین پدر، آفرین پدر. رفتیم زودتر. اپا جان این مراتبه پدرم مادرم را گوش نمی کنند. به توی روزی می شوند. خدایا چقدر زیبا شده ای. اپا جان باز اکای عمر رو دیده از هیجان قهوه رو نریزونی. اپا جان اکا
حالاییست عمر، حالاییست. گلهای آورده‌ات را سری قبرت میگذارم. دیواره شدی بچه؟ من نگفته بودم که این کار رو حل میکنم. چی را حل کردید امک؟ الکه خواستگاری آمدن. هیچ گم نیزوگم. تو گپای امکت را شوخی فهمیده ای جانم. این کار را با عهده من گذار. تمام. شامت بخیر دخترم حلیمه. مرحمت. درا دخترم. شام بخیر. خوش آمده. تشکر. مرحمت. گذارید. خوش آمدید ینگه یویشه. دخترم سرما لطفاً برای ما یک قهوه درست کن. خوب شده. سرما دختری بزرگ شده است. سن و سالش هم برای آیله دار شوی موافق است. گپتان درست پدر. برای همین داغن خواستگار سرما است. من فراموش کردم پدر. امروز با یازم رساندند. در وقتش ما آنها را گهواره بخش کرده بودیم. گهواره بخش؟ پسرم گهواره بخش این یعنی چی؟ این مفهوم در دینمون هم نیست. بگذار آنها خودشون به یک قرار بیایند و خودشون تقدیرشون را حل کنند. بله خطا است. من راضیم پدر. نباشد ما فکرش را از داغن دیده بهترش را از کجا میادم؟ جوان مردی خوب. من با یگان کسی خیلی وعده ندادم. من بسیار میخواستم، لیکن از اون شخصی که فعل و رفتارشون رو نمیدونیم داغن خطر نیست ها آیشه؟ ما رفته بینم؟ نه نشینید، من خودم میبینم. مایلش خوب. شام بخیر. السلام علیکم. شام بخیر پدر. شام بخیر. مرحمت چینه؟ خوش هاشم. چیگر داری؟ نماینده را نابود نمی کنند. مرا رمزی روان کرد. شما را اینجا آمدنتان را فهمیده، نیتتان را درک کرده است. وای خیلی خشمگین بود، خشمگین. وعده عقی غمزه را خاطرشان کن گفت. من همین را رسانیدم. من با وی میبینیم گفته بودم. وای هم حق گفتن من شرط نیست. چیزی که رمزی گفت همون رو به شما رسانیدم. به وعدهتان وفا کرده مناسبتتان را سرد نکنید. میخیزیم بابا جان. این طور باشد میلش. بابت این موضوع صحبت میکنیم با اجازه شما. استغفرالله. پدر اجازه در دست شماست. آخر کاری که نمیشود. فهمه حمزه فهمه. حالا وقت این گپ های تلخ نیست. شبتان خوش. رفتیم. سلامت باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. تا بازدید. در نزد پدرم عیب شد هاشم. من حالا با رمزی وعده ندادم. تو رو چرا روان کرد؟ اما که علی هم کجا شدند؟ قهوه های تار کردت نصیبی ما بوده است سرمه. آفرین نمکی هاشیم. لنگ هم باشه گپ رو پزندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. مادر جان دخترم رو داشته ایستید؟ دخترم با من بازی میکرده باشد ها؟ این دختری من، انا این پدرش. وای دخترم رو بسیار میزند. این خیل باشد گوشی پدرش رو میکشیم. برای چی دخترت رو میزنی ها؟ انا با تو. خداوندو تو پدر و مادرم رو مهربان گردان. برای این چقدر دعایی که باشد از یاد نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما مادر من میشوید علیه؟ شما با پدرم اینجا شینید؟ من به مهمونی شما می آیم. مایلش بسم الله الرحمن الرحیم. حل کردم. همین هم گپ شد هاشیم. نگفتی که برمزی علکه وعده دادگی؟ نگفتم میمونم. چقدر عذاب کشیدم، چقدر تلاش کردم برای از دست نرفتن این دختر. قریب بود از دست میرفت. این خیل نمیشود. کلینم رو با آسانی گرفتن نمیتوانند. این علی منو ترا نمیشناسد آخر. گفتم که اینها با هم گهواره بخشن، باید خاندار شوند. کلینم رو میگوید از تویش کشیده میگیرم برای پسرم. یک سطل آبی خنک به سرم ریخت. کی رو از کجا کشیده میگرفتند؟ گاوی بشیر و آوازش بلند. علی آرام شد رمزی. ای برادر می یک سنگ سیاه. معلوم که علی مرا فراموش کرده است. یک با یادش بیار. باز جیانم به عمکش باور نمیکرد. پدرت را سفربار کردیم. ای اسب سواره سرمز داغن. نوشت قهوه‌تان خنک شد. صحبت میکنیم. گوش کن. چرا در نزد پدرمون این گپ ها رو زدی؟ چی گپ زدم؟ یگان گپ نگفتم کو؟ ما حالا به رمز یگان وعده ندادیم. در نزد برادرم علی عیب شد. من به شما گفته بودم که اونها برای خواستگاری میآیند. همین خیلی شدنش هم معلوم بود. از اول میگفتید که بیفایده نآیند. چطور میگفتم که نآیند؟ چی شد؟ چرا اینقدر سر و سیما بر اومده رفتم؟ مادرم که از پیش پدرم خیستم میپرسم. مادرم چی کاری کرده ایستاده است؟ معلوم. نگاه کن چقدر تبش بریده. خدایا چرا عاشقان باید عذاب کشم؟ آمد به سرم از آنچه میترسیدم. حالا هیچ چیز حل نشده است. سرمه داغن رو نمیخواهد. معلوم این همش کار و یکی حمزه. خدا دهد سرمه سرخم نکنه. دفعنا نگاه دار خدا جون. در را کشو علی. چی گپ شد؟ باز نوشیدی؟ های نکن که به تو اجازه داد که به خواستگاری روی. سرمه با داغن خانه دار میشود. آنها گواره بخشدگی. این عادت‌های بیهوده را یک طرف مانیدمک. این در کدام کتاب نوشته شده است؟ کودکانمان برای ما امانت خداوند هستند. کی با کدام راه رفتنش را گهواره معلوم نمی‌کند. آنها اسیر نیستند.
راه سرما میرفتگی به سوی داغن. همه این محله میداند و یک تو نمیدانی. ما با همزه مصلحت کردیم، کار تمام. سرما با داغن خاندار میشود، این را فهمیده گر. از نیتم نمیگردم به سرما خاندار بشوم. به خرافات پرستیتان راه نمیدهم. شما هم فهمیده گیرید. پسرم تو درون درو نمیبینی امکت مست است. این را من صدقاً میگویم. داغن و هم شما اکا چی فکری میکنید کردن گیرید؟ اگر سرما راضی باشد من از نیتم نمیکردم. از حد گذراندی علی. خبرداری که بیرام و جنگ را سر کرده. وقت خواب شد. مادر جان از برای خدا بگوید چی شد؟ هیچ چیز نشده است دخترم؟ نباشد چرا اونها یک بار خیسته رفتن؟ از برای خدا بگوید مادر جان. گپ زده شدیم، آنها هم رد کردن، ما هم. چرا اینطور خواطر شدی؟ هیچ چیز نشده است. دلی تو هم همین را نمیخواست مگر؟ توی داغن با سرما مسئله ناموز شد. شین کنی. امروز کیفم در جایش، با پسرم می نوشیم پدر. برای این تا سحر می نوشیم. حتما می نوشیم. Sensizin yanıyor yüreğim bugün. Ayrılık yine körledim. Kalbim alev alev yar yanlar için. Bilmem giderken sızlamaz mı için. Sensizin yanıyor yüreğim bugün. Ayrılık yine körledim. Kalbim alev alev yar yanlar için. Bilmem giderken sızlamaz mı için. نوش جون. حمزه الکت چویتون سر شد. ایواز کنم؟ ها لازم نیست. این را هم گیر. خوب شده است که علی یک دم ایست. لبیکه وای دین شب با فکرم شما را خفه کردیم. حال ما را میدانی کن. هاشم آمد. صحبت کردن نتوانستیم. خفه نیست انشالله. من از شما نرنجیدم اکا. یگان بگو با خانه بیایید. مسئله را تا آخر حل میکنیم و یگان خلاصه میآیم. خوب شد است اکا. انتظار میشویم.
نمیخوره این طرف بذار این طرف میشه اما کار این صورت بگیرم من اون روز گفتم اما ایرو بیا سرما تو چه خیلی دخترم خیریت که اومدید اما ایرو بیا من نمیدونستم که با کی گپ زنم شب اما که علی هم یک بار بر اومده رفتن چی شده هست نمیدونم مادرم هم چیزی نمیگوید یعنی تو خبردار نیستی دخترم دست و پای امکت علی بسته است چون که تو را به داغم دادنی هم چی؟ داغم؟ چی ها میگوید اما؟ من از کجا دانم دخترم مادرت هم طرفداری داغن است ما هیچ کار کرده نتوانستیم سرما دخترم بیا دخترم امروز بر وقت آمدی شما چی حق دارید که روزی من رو نپرسیده عمر و دخترم موافق نیست گفته جواب میدهید آخر من چی گفتم چرا اینقدر آتشین شدی آتشین شدم من به داغن خانه دار نمیشم مادر جون من به غیر از پسری امکم بودنش یگان مهر ندارم دخترم خونده باشی هم فراموش نکن که تو فرزند خاندان ما هستی چه کلالی که ما برآورده میجرا میکنی آهسته آهسته بچه‌های عزیزم چی شد برای چی اینقدر سراسیم مایید بابا جان ما سوره عزت کرده آفرین آفرین کنی بخوانید آفرین آفرین عجب خوب خواندید ماشاءالله عزیزانم من به شما وعده داده بودم و اکنون به وعده‌ام وفا میکنم شما این پولها را حلال کردید بگیر این از آن تو این از آن تو این هم از آن تو تشکر بابا جان این هم از آن تو تشکر بابا بگیر این را بابا جان من پول نمیگیرم برای چی؟ دیروز دعا کردم پدر و مادرم مهربان شدن البته پدرم با یاری دعاها آدمی خوب شدن بابا جان این برایم بس است نگاه کنید حمزاکر از اینجا تا اونجای زمین یک استراحتگاه خوبه برای فصل تابستان می شود عالی جناب می شود حمزاکر من این خیلی چیزها رو نمیفهمم با من فهمون رفیق مهندس چرا مرا اینجا آورده هاشم به شما نمی شود در آینده اینجا جای کاری دامادتون می شود که شما هم دیدنتون در کار داغم فرزندی من باشد هم پس از توی فرزندی شما هم به حساب می رود وعده را فراموش نکنه دکا وعده داده لیکن تا حال داماد گفته گپ نزده فکر میکنیم گفتیم نیست رمزی از سستیش استفاده میکنیم چهله گفتند صبر تلخ است میوه شیرین کاری کرده ایستاده همون معقول می شود آقا من ساختمانی مکتب دیه رو رفته دیدم فقط یک دو کاری میده چودهش مونده است و خلاص خیلی خوب رفته میبینی؟ نصیب بابا خوش آمدی پسرم سلام پدر برای دلبرداریتون آمدم از نیت‌های عمک هاشم هم خبردار شدم دیشب خیلی ما رو ناراحت کرد مرا هم دیوانه کرد پسرم انشاءالله سببش را میارم کمی صبر کن بعد صحبت میکنیم اول پولهای در خزینه بوده را به یعقوب دهم برای ساختمانی مکتب احمد لبایکا اومدم اینجا بیا بیا هاشم کجاست؟ چرا در خزینه پول نیست؟ سحر یک مهندس اومده بود هاشمکا پول لایحه رو پرداخت نمودن کدام لایحه؟ من خدا نمیدونم لیکن شنیدم که در تپه یک میخونه ساختنیه شاید برای همین فهمم این آدم جانم را به لب آورد نمیدانم چیکار کنم پدر آروم شوید
چخیل آرام شوم. من سالها برای بهتر نمودن این محله کوشش کردم و یگان کس برای گشادن این میخانه اجازت ندادم. یعقوب، من با پدرم میروم. خس، بیا خس. بفرمایید اما. تشکر پسرم. مرحمت گذار. قربان چای بیار. خوب شده است. این کار می شود فکرت، می شود. خوش آمدی علی. ما جشن گرفته ایستاده ایم. بیا تا مثلا یک چای نوش. چی رو جشن میگیرید؟ در محله میخانه گشادنتان را؟ میخانه آدم را به سوی بدی میبرد. میخانه؟ کی بود؟ طرفخانه آدمون را به سوی بدی میبرده است؟ بس بودگیست دروغگوییتان. من کودک نیستم. من اجازت نمیدیم که شما در اینجا میخانه سازید. تو از کی باز به کارهای آدمهای کلان دخالت میکردگی شده ای؟ ما قرارمان را که ها برآورده. برای آدمان را زیر پا کرده به پستی بردن اجازت نمیدیم. ایستید. طرفخانه کی را زیر پا کرده است؟ از وزنی پدرم استفاده نبرید. پدرم حق هستند. این خیلی جای در محله ما در کار نیست. تو هم چندان تربیت نداری. دکتر شدم گفته عمک‌هایت را عقل یاد میدهی. من هیچ کس را عقل یاد نمیدهم دوغم. فکرم را گفتم. فکری تو را هیچ کس نپرسیده است. من برای حرمت کلان سالان خاموش ایستادم. اما تو باشی گپ زده ایستاده ای. بس بدگی سکنون. من آخران گپم را گفتم اکا. سالها از پشت من خورده گشتی. چخیلی که خواستی استفاده هم بردی. بس بودگیست. رفته با پدرم گپ میزنم که مالها را جدا کنند. و چیزی حرام میخوری یا حلال به من فرق نداره. رفتیم. این آدم چی میگوه پاشیم؟ مال و میراث رو تقسیم میکنم؟ مرحمت چای. در روی خیز رمزی علی در غضب رفتیم از پسش. خیز دکه فکرت با ما بیا. همه لباس های استفاده نمی بردگیم را جمع کردم. اما که قربان به کمبغالان بده. خوب شده، سلامت باشه. دخترم قربان را گسیل کن. من به تو گپ های مهم دارم. چای دم کردم. حاضر میارم. رفتیم دخترم. بسم الله الرحمن الرحیم. علی چی شد؟ پدر، اکاهایم در زمینی در بالای تپه داشتم و نیت گشادن میخانه دارند. برای همین از آنها جدا شدن میخوام. میخانه؟ همان جایی که آدمان معیشت میکنند. پدر، علی دروغ میگوید پدر. ما طرفخانه میکشاییم. نوشاجوی اسپرتید نیست. این صداها را بسیار شنیدم پدر. من قرار خودم را گفتم. یا مالها را جدا کنید یا اینکه من از همه مال و ملک دست میکشم. در کار شود دستی خالی برآمده میروم. تو همه روز همه یک جا کار کردیم. یک جا موافق شدیم. حالا که شما در حیات هستید میراث را تقسیم کردن خوب نیست. این خیر شدنش رو انتظار نبودم. باز خودتون میدانید پدر. حمزه درست میگوید. تقسیم کنیم ما معنی پراکنده شوی ما رو دارد پدر. تا همین روز زندگیمون رو با یک مهر، محبت و حرمت با آب و نان و پوشاکی تأمین میکردیم. ولی متاسفانه برای مال مناسبت شما بین یکدیگر عوض شد. و شما میخواهید بین خود تقسیم کنید. چه تقسیم؟ پدر، من افکت میارم. شما در باغ انتظار شوید. حاضر من نمازم را خوانده میآیم.
ما باید از این کار ضرر نبینیم. چی خیل پدر؟ تا امروز ما عمکت علی را طرفداری کردیم، ثروتی کلان جان نمودیم، لیکن از این ثروت باید خودمون استفاده بریم. صاحب این سیر به فاش کردن آن حق دارد. قربان جان شما چنین میگوید، لیکن این را پاک کردن گناه ها نمیگویند. جزا دیدن پاک کردن گناه هاست. پشیمانی مگر مغفرت شده میتواند؟ زیر را فاش میکردگی جزایش را هم میبیند. این خیل باشد مال و میراث را به 3 قسمی برابر و 1 قسمی کمتر تقسیم کن. این چه خیل میشود؟ وقتی که میراث را در بین پسران تقسیم میکنی، زمین را در قسمی کمتری میراث داخل کن. فهمیدم. زمین را در قسمی کمتری داخل میکنیم. 3 نمودی برابر و 1 نمودی کمتر. فهمو؟ اما برای صاحب قسمی کمترین این ناحقی نمی شود. تو ناحقی را از اول کردی، اکنون باز. خوب، لیکن قسمی کمش را کی میگیرد؟ حصه ها را به قرعه پرتایی تقسیم کن. آیا آنها با این راضی می شده باشند؟ راضی نبوده می تواند حصه‌اش را با دیگری عوض کنند. تو این طور میگویی، لیکن پسران هم چیزی دیگر. هر سخنی گفته شده را شاید صاحبش گوینده آن نیست. علی کاری میکردگیش را کرد، خود گفته حرمت کردیم، هممون رو زیر پا کرد. خطای اساسی در من است، انا نتیجه حرمتم، اما از کجا دانم کار تا اینجا میرسد؟ چشم حریص به مال ما داشته است. خوب، لیکن با فکرم پدرم همه مالها را به علی دادنی نیست. اگه شما تا نفهمیدید اینقدر از پس پدرم گشتنش برای چیست؟ برای مال و جای. در وقتی نبودن رابیه خوراک پدرم رو کی تیار میکرد؟ آیشه. زنش آیشه. همه این در نقشهش بوده است برای فایده. خاموشک خون رو خوب نمکیده است، ما بیخبر. اکا بای چی نقشه ها داشته است؟ مالهایمون از سرمون میمونه. شما خوبید پدر؟ آخر نمیدانم قراری درست برآوردم یا نه، نمیدانم، لیکن به فکرم قراری برآورده‌تان درست است پدر. همین قدر سال از پشتی مال و ملک ناراحت نبودیم. انشاءالله همش به خوبی می انجامد. از شما یک خواهش داشتم پدر. من از مال و ملک چیزی گرفتن نمیخواهم، زیرا میترسم که سبب باز یک جنجالی برادرانم نشود. اما دخترم، از همه حق کلان را تو داری عزیزم. نه پدر، شکرانه خداوند در این سین و سال حالا خود را سرشته کرده میتوانم. از این زیادش لازم نیست. بفرمایید. ادوکت را آوردم. مرحمت. مرحمت بابا جان. نگاه کنید فرزندانم، چقدر سعی کردم که مال و میراث را به 4 قسم تقسیم کنم، لیکن از عهده‌اش نبرآمدم. به 3 قسم تقسیم کردم، ولی 1 قسمش خیلی کم. برای همین حاضر قرم میکشیم. همسه از تو آغاز میکنیم.
بستان سرای‌ها، قهوه‌خانه، زمین‌های کشت. خیلی خوب پدر، راضیم. خیلی از زمین را نگرفت. اکنون نوبت تو رمزی. همه دکان‌های در بالای بازار بوده، چوبای ساختمانی و نیمی دکان درودگری همین قدر پدر. همه این برای یک نفر خیلی زیاد است و این معنای آن را دارد که با کسی شریک هستی که بودنش حاضر معلوم می شود. معنایش زمین به من می رسد. بگیر هاشم. چوب‌های ساختمانی با نیمی دکانی درودگری و همه دکان‌های در بالای بازار بوده. قسم کمش همین است پدر. این قسم کمش نه پسرم، قسم کمش نصیب علی. کشاده ببین علی. داروخانه و زمینی در تیپ بوده. من راضی هستم پدر. آخر پدر زمین رو وای گرفت. در این قرعه کشی هر کس در نصیبش چیزی بود گرفت. اگر خواهید کاغذ رو بین هم دیگر عوض کرده میتوانید. کمش رو تو بگیر هاشم. نمی شود چون که از وی خیلی کم است. بله زمین لازم نیست. علی چیکار میکند زمین را؟ بله پدر، من هم راضی نیستم. چی علی برای خوشامدگویی های صاحبی زمین شد مگر؟ بحث نکنید. شنید. ما این تقسیمات را برای مراسای شما کردیم. هر کسی باید از نصیبش راضی باشد. این خودش چی گپ؟ کسی از همه کم گرفته خاموش است و بسیار گرفتگی ها شکایت دارند. نصیبتان کند. موفق باشید. مرحمت امکی باشید. پیشگویی هایم یک به یک برآمد. تشکر. دیدید خودش تنها یک زمین کلان را صاحب شد. داروخانه را میلش گیرد، اما زمین باید نصیبی ما میشود. لیکن پدرم گپشان رو گفتن. این کار را همین طور نمیگذاریم. یک فکر کنید. تقسیمات مال از کجا برآمد؟ ما زمین را میخانه کردنی بودیم، در مالها را تقسیم کرده زمین را گرفت. پدرم به علی باور کرده باشد ما نباید به علی راه دهیم. هاشم درست میگوید. پدرم آن گپی گفتگیش را گفت. ما باید خودمون حقمون را گیریم. لیکن مال بسیار رو ما صاحب شدیم. برای ناشکری کردن حاجت نیست. در اینجا بسیار مصلحت کردن نشینید. انا دیدید زمینتان را از تک بینیتان کشیده گرفته رفت. خوب اگر این خیل باشد رفته میگوییم. فقط آرام به جنجال. گپ فایده ندارد. از افتش مشت و لغت‌های از من خوردهش را فراموش کرده است. بیاید خزید نرویم. خزید رفتیم. خوب شد که زمین را پدرت گرفت و مر. هاشم را میدانم برای ساختن میخانه همه کاری از دستش آمده را میکند، لیکن من از آن خوشحالم که زمین به دست پدرت رفتید. امکی قربان چی شد؟ قربان چی شد؟ حالت خوب است؟ امکی قربان خوب هستید؟ بابا او بیمار است. این بیماری نیست. علی با تو وقتی جدی گپ زدنمون آمد. چرا گپ میزنیم؟
زمین حق ما بود گرفتی. انا در چی باره گپ میزنیم؟ برای غریب یگان کسی یگان چیز جدا میکرده است عمر. خدای عاقبتش بخیر شد. اگر دردتان برای مال ملک باشد، داروخانه ای که پدرم به من بخشیدن وی را هم گیرید، لیکن من زمین را نمیدیم. گپا بینید ها؟ ما انتظار شده نمیتونیم. او را با بیمارخانه بریم چی بابا؟ اینطور نیست عمر. چیزی وی را ناراحت میکند. لیکن چی باشد؟ بابا عمر پدر خیلی چی شد؟ امک قربان خیلیت شما رو یافتیم. چی شد سرما؟ پدرم با امکایم به خانه شما رفتند. با فکرم با امک علی هم جنگ کردنیند. با فکرم اونها از تقسیمات مال راضی نیستند. در وقتی رفتنشان خیلی خشمگین بودند. میترسم که یگون حادثه نقشه روی ندیدند. رفتیم زودتر. علی از حد گذراندی. ما با تقسیمات پدرمان راضی نیستیم. فکر نکن که زمین را به تو میدیم. میفروشم آقای ایستا. ایستو التماس میکنم سر بهین. نزن قربانتون میشوم. سر بهین. رمزی مانید علی رابط بیهوده کوشش میکنید. من گپم را گفتم. چه گفتی؟ شنیده چی میگوید؟ من در روی زمین شیطان اول به گوش قابیل میگوید قابیل را کوش، خونش را ریزان و کار از همان روز تا به این روز آمده رسیده است. فاضل اول به اینها رسید. آیا عمر فکر میکرد که مصلحت تقسیم میراث با خونریزی برادرانه تمام میشود؟ دنیا با حادثه های عبرت آور دور میزند. این همه به شخص عبرتجو ایام می شود. بینایان این را می بینند. کوران می شود. چشمت رو شا چیکار کردم؟ هیچ کار نکردم. مادر جون چشمت رو شد. مادر جون مادر خدایا مادر جون با مادرم چی شد؟